اومدم یه رازی رو بهتون بگم که هیچ کس بهتون نمیگه. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. بودو بیا این بر بازار. آموزش زبان 0 تا 100 توی فقط 6 ماه. فقط 6 ماه میتونی توی 6 ماه 0 تا 100 زبان رو فول بشی. اینو نگاه، آموزش 0 تا 100 زبان فقط توی 6 ماه. توی 6 ماه طوری زبان رو بهت یاد میدم که آیلتس 8 بگیری. 6 ماه؟ اصلا مگه میشه 6 ماه؟ دروغ میگه بابا. توی 8 ماه، توی 8 ماه آموزش بهت میدم. عالی. از 0 تا 100 میرسونمتون 100 طوری که کیف کنید. از مدت ما معلوم نیست کی داره دروغ میگه. توی 8 ماه یا توی 6 ماه. کلاشون بذار سرم. حرف هیچ کدومشون رو باور نکنید. زبان 0 تا 100 نداره. این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم و بهتون ثابت کنم با دلیل و مدرک که زبان 0 تا 100 نداره. زبان نه 0 داره نه 100 داره. بزن بریم. اولین وظیفه اینه که بهتون ثابت کنم که زبان 0 نداره. یعنی اینکه تو توی شروع کردن یک زبانی هیچ اطلاعاتی و هیچ کلمه‌ای از اون زبان نداری. اما خب قطعا همه ما یه عالمه کلمه از زبان انگلیسی بلدیم. نصف کلماتی که استفاده میکنیم انگلیسیه یا برداشتی از انگلیسی. حالا یعنی چی؟ ببین ما یه کلمه داریم که هم توی انگلیسی هم توی فارسی یکیه و تنها تفاوتشون توی تلفظشونه. اما خب اگر تو تلفظ رو طوری بگی که یک خارجی هستی، اونا خیلی به تو گیر نمیدن، یعنی مسخرت نمیکنن، میفهمن که خارجی هست. مثلا اونا میگن چی؟ اونا میگن ترافیک، ما چی میگیم؟ ترافیک. یا اونا میگن لمپ، ما چی میگیم؟ لامپ. ما میگیم چی؟ ما میگیم جنگل، اونا میگن جانگل. ما میگیم تلویزیون، اونا میگن تلویزیون. ما میگیم چی؟ ما میگیم بانک، اونا میگن بانک. ما میگیم شارژر، اونا میگن چارجر، از شارژ کردن. پس متوجه شدیم که خیلی از کلماتمون مشترکه و فقط توی تلفظ متفاوته. پس ما توی زبان انگلیسی 0 نیستیم. این از مرحله اول. برگردیم سر جامون. خب مرحله دوم و وظیفه دومی که من دارم اینه که بدونیم زبان 100 نداره. یعنی چی زبان 100 نداره؟ ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم به ته زبان انگلیسی برسیم. یعنی زبان انگلیسی ته نداره. البته این یه موضوعیه که اصلا ربطی به زبان انگلیسی فقط نداره. شما توی هیچ زبانی نمیتونید به 100 برسید. مثلا همین زبان فارسی خودمون. یعنی الان شما تمام کلمات فارسی رو بلدید، تمام آرایه ها، تمام قواعد فارسی رو بلدید. البته که نه. ما روزانه توی کتاب فارسی خودمون 100 تا 200 تا توی هر درس کلمه فارسی جدید یاد میگیریم. کلماتی که تا حالا نه شنیده بودیمشون نه اصلا میدونستیمشون. توی کتاب فارسی چندین گرامر جدید، چندین قاعده جدید یاد میگیریم که اصلا نمیدونستیم وجود دارن. پس ما توی هیچ زبانی نمیتونیم به 100 برسیم. دارم اینو بهتون میگم که هر چیزی که دارید یاد میگیرید، از زبان گرفته، از هنر گرفته، از موسیقی، هر چیزی، به این فکر نباشید که اون یادگیری رو یه جایی متوقف کنید. یعنی بگید که خب من رسیدم به این سطح، پس تموم شد دیگه، من استادم. شما توی هیچ چیزی نباید بگید که من استادم. اگر این رو بگید سطح دانشتون همونجا میمونه. هر روز به این فکر باشید که سطح دانش خودتون رو ببرید بالاتر، پیشرفت کنید، از دیروز خودتون بزنید جلو، خودتون رو با خودتون مقایسه کنید، با دیروز خودتون مقایسه کنید. بگید که خب من دیروز 10 تا کلمه یاد گرفتم، امروز میام 11 تا کلمه یاد میگیرم. اصلا ما یه اصطلاح داریم میگن ز گهواره تا گور دانش بجوی. تا وقتی که میتونید و جون دارید آموزش زبان یا اصلا هر هنری رو متوقف نکنید، چون هیچ چیزی ته نداره. یعنی طبق تحقیقاتی که انجام دادم، ولی خب طبق چیزایی که شنیدم بیشتر،
حدود 4000 کلمه جدید به وکب یا همون دایره لغات زبان انگلیسی اضافه میشه. اینا رو میگم تا بیشتر انرژی بگیرید، تا به این فکر کنید که هر روز خودتون رو بالا ببرید، اما از خودتون این توقع رو نداشته باشید که به یک نقطه پایان برسید. مطمئناً همه شما توی اینستا مصاحبه‌هایی دیدید که آدما با خود نیتیو ها، یعنی انگلیسی زبان هایی که توی آمریکا یا انگلیس زندگی میکنن، مصاحبه میکنن و خود نیتیو ها بعضی از اصطلاحات یا بعضی از کلمات یا حتی بعضی از گرامرها رو بلد نیستن. یعنی خودشون اعتراف میکنن که بعضی از این گرامرها خیلی رسمیه، خیلی برای آیلتس، خیلی کتابیه، خودشون توی دنیای واقعی اینا رو استفاده نمیکنن. پس اینم بر مبنای این بذارید که هیچ کس توی زبان انگلیسی کامل نیست. حتی اگر از یکی پرسیدید که فلان کلمه چی میشه و گفت نمیدونم، به این معنی نیست که اون زبانش خوب نیست. خب قطعا یه عالمه کلمه هست که اون نمیدونه. خب الان متوجه شدیم که زبان نه 0 داره نه 100 داره. بچه‌ها یه وقت حرفای اینو باور نکنید، این داره شما رو گول میزنه، میخواد آمار چنل خودش بره بالا. ببینید به حرف من گوش کنید. من توی 3 ماه، اصلا 8 ماه 6 ماه رو ول کن، من توی 3 ماه شما رو میرسونم به 100 زبان. اصلا شما بیاین ثبت نام کنین اگه من توی 3 ماه شما رو نرسوندم به 100 زبان، اسم خودم عوض میکنم. یادگیری زبان یا هر مهارت دیگه ای رو به نردبون تشبیه نکنید. یعنی به این معنی نیست که شما همش باید در حال پیشرفت باشید. گاهی ممکنه آدم پسرفت کنه، یعنی برای مثال 2 روز زبان نخونی و از زبان دور باشی، یا اصلا 2 ماه یا حتی 1 سال. خب مثل موج سواریه، شما میرید بالا میایید پایین، اما به این فکر کنید که یک بالایی هم هست، یعنی دوباره به پیشرفتتون میرسید. یعنی نباید طوری باشه که اگر 2 روز یا 3 روز وقت نکردید یک کاری براتون پیش اومد و نتونستید زبان بخونید، اصلا هر مهارت دیگه دارم زبان رو مثال میزنم چون که یه زبان محور اصلیمونه. الان در راجع به زبان صحبت میکنم، ولی خب هر مهارت دیگه ای میتونه باشه. اگر 3 روز نتونستید زبان بخونید، نباید کلا بگید خب من 3 روز زبان نخوندم پس کلا زبان رو میذارم کنار. نه اینطوری نیست. درسته شما رفتید تو اون سرازیبی پایینیه، اما به هر حال به بالا میرسید. باید تلاشتون رو بیشتر کنید، به خودتون انرژی بیشتری بدید تا به اون بالا برسید و پیشرفت کنید. ببخشید وسط حرف زدنان مزاحم شدم. یه سوال داشتم، اینکه زبان خوندن یعنی چی؟ یعنی من زبان خوندم یعنی فقط گرامر؟ یعنی فقط کلمات بخونم؟ چطور میتونم وارد دنیای زبان بشم؟ یعنی زبان رو فقط کلمه نبینم، فقط گرامر نبینم؟ ممنون میشم جواب بدی، پشت صحنه منتظر جوابم. اوکی، کاملا متوجه سوالت شدم. مطمئنم خیلی از شما هم این سوال رو دارید. باید بهتون بگم که اگر شما زبان رو فقط کلمه، فقط گرامر میدونید، مطمئنا خیلی زود از زبان خوندن خسته میشید. چون آدم اگه فقط درس باشه یه جورایی زده میشه از این کاری که داره انجام میده. یعنی یک نواختی، یک چیز رو دنبال کردن آدم رو خسته میکنه. آدم نیاز بالا داره، پایین داره، همونطور که گفتم. آدم نیاز داره که هیجان داشته باشه. توی زبان خوندن هم ما همین قاعده رو داریم. یعنی اگر فقط کلمات رو، اگر فقط کتاب رو دنبال کنی، مثلا خیلی زود خسته میشی. حالا پاسخ من به سوال تو چیه؟ این که سعی کن وارد فرهنگ زبان شو، وارد نحوه زندگی کردنشون شو. سعی کن فیلم ببینی، سعی کن پادکست گوش کنی، سعی کن خبرها رو دنبال کنی. یعنی توی سایت BBC خبرهایی که میذارن رو دنبال کنی، ببینید چجوری زندگی میکنن، توی فیلم‌ها چجوری از این کلمات استفاده میکنن، چجوری اصطلاح‌ها رو به سبک خودشون تغییر میدن. خب وقتی که تو یک جمله رو میشنوی، ممکنه اون جمله فقط یک معنی نداشته باشه،
مطمئنا 2 تا معنی دیگر رو داره. باید فیلم ببینید اون جمله‌ای که داره استفاده میشه منظورش چیه، معنیش چیه توی این فیلم، معنیش چیه توی این دیالوگ، معنیش چیه. برای مثال تو قرار میذاری که روزی 10 تا کلمه بخونی، این 10 تا کلمه کنارش یه فیلم باشه، کنارش یه آهنگ باشه، کنارش یه کارتون باشه و تو هیجان زده بشی، مشتاق باشی برای روز بعدی، خسته کننده نباشه برنامه‌ت. Algo me dice que yo estoy en lo correcto, que mi estrés no requiere de tu texto. Esto para echarnos el resto, aunque sea tóxico como el abeto. A tu canal me sintonizo, me conecto. خب این کلیپ هم تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید، چیزای خوبی یاد گرفته باشید، براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی داشتید حتما برام بنویسید، حتما جواب میدم و خداحافظ. الان دارم به فکر میکنم چرا تو روز ابری کلا افتاده میگم همه یه جور عجیبی نگاه میکنن، از خاطر اینه دیگه گذشتلش کن. آخر کلیپ متوجه شدم. Goodbye.